استراحتگاه معرفتی فراغتی چنگوب بعد تنفس طولانی چند سال قبل از این با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی در خود را برای نسل نورس باز نمود. از آن پس مؤسسه توانست همساله تا 600 نفر نسل نورس را به استراحت فرا گیرد. در بسته اول موسم این ساله فراغتگاه باز 200 نفر کودکان را به آغوش خود گرفت. شرایط بود و باش استراحت کنندگان نورس در اینجا خوب برآمده شده. همروزه از جانب آنها چاره‌بینی‌های فرهنگی تربیوی تشکیل کرده می شود. در کشیده‌شوی بسته اول از طرف استراحت کنندگان برنامه فرهنگی پیشنهاد گردید که از شعر و ترانه‌های جالب و رنگین و صحنه‌های دیدنی عبارت بود. کودکان و نورسان نمایش‌های ورزشی، مهارت زیبایی رقص، قرائت شعر، سرودخوانی و دیگر هنر و استعداد خود را به دوستان نوآشنایشان نشان دادند. باید گفت که در اینجا کودکان از مؤسسه دولتی خانه اینترنت کودکان شنواییشان سوس نیز استراحت می‌نمایند. امروز ما 41 نفر خواننده را در استراحتگاه چنگوب آورده. همه شرایط خوب است و ما هر روز بازی‌های شوق‌آور، ششکه، تنیس روی میز، فوتبال و دیگر نمودی بازی‌ها را می‌گذرانیم. ما نورسان و کودکان خوشحال از آنیم که در این استراحتگاه چنگوب طول 7 روز به استراحت خوش و با فراغت آمده ایم. در این استراحتگاه به ما تمام شرایط ها مهیا گردیده است. در استراحتگاه چنگوب ما بازی‌های فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و غیره ها را اجرا می نماییم. من در این استراحتگاه خیلی خوشحالم چون که در این استراحتگاه دوستانی خیلی زیاد را پیدا نمودم. تامین چنین شرایطی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مهیا گشته است برای بلند برداشتن سطح معرفت کودکان و نورسان مساعدت می نماید. ماموریت استراحتگاه ما نیز چندین نقشه‌های را بهر بالا داشتن خاطر کودکان، بهر استراحت با فراغت این کودکان و نورسان به اینوبت گرفتیم و از روی نقشه ما اینچنین بخشیده به سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی چندین چاره‌بینی‌ها نیز گذرانده می شود و ما باور داریم که امروز که کودکان به استراحتگاه ما آمدند آنها از صمیم قلب دم میگیرند و به خود یک احساسات بسیار هم بلندی که از این چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی ما می‌بینند می‌بردارند. طبیعت بیشت آسای این موضع برای کودکان خیلی پسند آمده است و این را در سیمای پرخنده و پرفرح هر کودک مشاهده کردن ممکن است. از این خاطر فعالیت منتظم و ثمره بخش استراحتگاه‌های تابستانه و مرکزهای فراغتی و سالمگردانی کودکان همچون سمت مهم سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود.